با سلام خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که امروزم که جلسه دیگه داریم در حضور حضرت مولانا جلسه خوبی باشه. عرض به حضور دوستان که ما جلسه پیش در واقع انسان از منظر مولانا رو یه کمی صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که وقتی میگیم انسان از منظر مولانا، در واقع شاید داریم در مورد مهمترین چیزی که در مثنوی در موردش صحبت میشه صحبت میکنیم، انسان شناسی مولانا. و توی این حوزه اگر بخوایم مهمترین چیزی رو روش دست بذاریم، به نظر میرسه که اینه که در نگاه مولانا و عرفا، در نگاه معنوی به طور کلی، انسان موجودی تک ساحتی نیست. یعنی سلام، رسیدم بخیر. یعنی اگر ما بخوایم ببینیم که توی دوراهی میرسیم، ما تفاوت اساسی و پایه‌ای که بین انسانی که مولوی ازش حرف میزنه و انسانی که در نگاه‌های مادیگرا و ماتریالیست وجود داره چیه؟ اینه که در نگاه عرفایی مثل مولانا انسان سلام رسیدم بخیر. انسان محدود به جسمش نیست. ساحت‌هایی فراتر از جسم در این حوزه وجود داره که از قضا اونها اهمیتشون بیشتر از اینه. حتی کسی مثل مولانا میگه که باده از ما مست شد، نی ما از او، غالب از ما هست شد، نی ما از او. ای کسی که تو فکر میکنی که همه هستی تو این جسم و کالبد و قالبته، بدون که یه منی از این من که تو میشناسی منتر وجود داره که از قضا همه کار اونه و اونه که داره همه این هستی تو رو داره اداره میکنه. خب ما برای اینکه این موضوع رو یه مقدار بیشتر بستش بدیم، یعنی در واقع جلسه امروز ما بیشتر میخوایم در مورد همین موضوع صحبت بکنیم، ولی خب من در شروع میخوام باز یک غزل بسیار شورانگیز و زیبا از غزلیات شمس تبریزی، غزلیات مولانا بخونم و بعد بریم سراغ این توضیحاتی که در نظر داریم که مقدار حالمون رو هم دگرگون بکنه انشالله این غزل. غزلی که براتون میخوام بخونم غزل شماره 527 میگه گر جان عاشق. ببینید من این غزل رو در همین فضایی که داریم در موردش صحبت میکنیم انتخاب کردم. همینجوری یه غزل انتخاب نکردم که یه غزل با هم بخونیم. وقتی که ما داریم میگیم انسان تک ساحتی نیست، ابعاد دیگری هم داره و اون ابعاد تعیین کننده هستن، اون ابیات فرادست هستن، خب این غزل داره همین موضوع رو برای ما توضیح میده. گر جان عاشق دم زند. از نظر عارفی مثل مولانا اساساً انسان به عشق، اگر عشق نباشه با چارپایان هیچ فرقی نداره. به قول شیخ بهایی بهر او حالا این بیت رو خاطرم نیست که براتون بگم، اگه یادم بیاد خدمتتون میگم. میگه برو اگر کسی که عاشق نیست برو براش یه افسار ورد و بیار. یعنی دقیقاً منظور ایشون اینه که انسان وجودش، یعنی وجه تمایزش با موجودات دیگه عشقه. اگر عشق نباشه با اجسام و با حیوانات و با نباتات تفاوتی نداره. یعنی آن کس را که نبود عشق یار، بهر او چی و افساری بیار. حالا در هر صورت گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند، وین عالم بی اصل را
چون ذره ها بر هم زند. عالم همه دریا شود گر جان عاشق دم زند. یعنی اگر عاشق از عاشقی خودش بخواد حرف بزنه، یعنی جان عاشق شروع کنه به جلوه گری کردن در این عالم، گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند. وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند. عالم همه دریا شود، دریا ز هیبت لا شود. آدم نماند و آدمی گر خویش بر آدم زند. دودی برآید از فلک، دودی برآید از فلک، نی خلق ماند نی ملک. زان دود ناگه آتشی بر گنبد اعظم زند. بشکافد آن دم آسمان، نی کون ماند نی مکان. شوری در افتد در جهان، وین سور بر ماتم زند. گه آب را آتش برد، گه آب آتش را خورد. گه موج دریای عدم بر اشهب و ادهم زند. خورشید افتد در کمی از نور روی آدمی. آدم اینجا آدم عاشق رو داره میگه. خورشید افتد در کمی از نور روی آدمی. کم پرس از نامحرمان آنجا که محرم کم زند. مریخ بگذارد نری، مریخ جنگجوی فلک و اون قدرتش رو میذاره اینجا. یه مقدار چند بیتی رو من میخواستم اینا رو نخونم ولی دلم نیومد. چند بیتی رو مولانا داره خیلی از اصطلاحات نجومی رو داره اینجا به کار میگیره. مریخ بگذارد نری، دفتر بسوزد مشتری. مه را نماید مهتری، شادی او بر غم زند. افتد عطارد در وحل، عطارد پیک بادپای فلکه، آسمان نورده. در وحل، وحل یعنی گل، مثل در گل فرو میره، یعنی نمیتونه حرکت کنه. افتد عطارد در وحل، آتش در افتد در زحل. زهره نماند زهره را تا پرده خرم زند. زهره چنگی فلکه. نی قوس ماند نی قزح. قوس کمانه، قزح شیطانه. قوس قزح یعنی کمان شیطان. این که بعضی اشتباه میگن قوس و قزح، نه، قوس قزح. نی قوس ماند نی قزح، نی باده ماند نی قدح. نی عیش ماند نی فرح، نی زخم بر مرهم زند. نی آب نقاشی کند نی باد فراشی کند. نی باغ خوشباشی کند، نی ابر نیسان نم زند. نی درد ماند نی دوا، نی خصم ماند نی گوا. نی نای ماند نی نوا، نی چنگ زیر و بم زند. اسباب در باقی شود، اسباب این عالم، اون اسبابی که ما فکر میکنیم که دارن این عالم رو اداره میکنن، اینا همه پنهان میشن، همه چیز رو میشه. اسباب در باقی شود، ساقی به خود ساقی شود. جان ربی الاعلا گود، دل ربی الاعلم زند. برجه که نقاش ازل بار دوم شد در عمل. تا نقش‌های بی بدل بر کسوه معلم زند. حق آتشی افروخته تا هرچه ناحق سوخته. آتش بسوزد قلب را، قلب یعنی چیز تقلبی. آتش بسوزد قلب را بر قلب آن عالم زند. خورشید حق
دل شرق او. خورشید حق، دل شرق او. شرقی که هر دم برق او، بر پوره ادهم جهد، بر عیسی مریم زند. بسیار خوب. این غزلی که من دلم نیامد ابیاتی ازش حذف بکنم. بعد میریم سراغ ادامه کارمون. صحبت سر این بود که مولانا معتقده که عرفا معتقدن که انسان موجودی تک ساحتی نیست. وقتی که شما میگی انسان موجودی تک ساحتی نیست، یعنی شما میگی که این عالم که ما اسمش رو میذاریم عالم مادی محصور، محدوده با یک عالم نامحدود. یه عالم نامحدودی بالای این وجود داره. مولانا این ادعا رو میکنه که ما یک جنبه جسمانی داریم، یک جنبه روحانی. جنبه جسمانی محدوده، جنبه روحانی نامحدوده. جنبه جسمانی زیر دسته و جنبه روحانی فرادسته و داره این رو کنترلش میکنه. خب حالا برای این حرف جناب مولانا شما چه دلیلی داری؟ خب یه وقت شما میگی که اینها از جنس باورهاست که باورها شما نمیتونی باورها رو براش استدلال بیاری. این یه حرفیه که خب خیلی از اون دریافت هایی که عرفا دارن میگن که اصلا عرفان دریافت به وسیله قلب، شهود، مشاهده است. مشاهده رو شما نمیتونی براش استدلالی بیاری. ولی مولانا استدلال هم کرده برای ما. برای خوراک عقل هم میگفت که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. اون قسم دل رو که به ما میده، قسم عقل رو هم به ما میده. برخلاف اون چیزی که بعضی تصور میکنن وقتی که مولانا میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، مولانا منظورش اینه که باید استدلال رو یکسره کنار گذاشت. هرچند که همین حرف مولانا که پای استدلالیان چوبینه، پای چوبین بی تمکینه، پس پای استدلالیان بی تمکینه. پس این خودش استدلال اصلا توی این حرف. پس معلومه که این آدم به استدلال واقفه، به استدلال اعتقاد داره، ولی به ما میگه که فقط به پای عقل بعضی از مسیرها رو شما نمیتونید طی بکنید. شما نیاز دارید به ابزارهای دیگری برای فضاهای دیگه. حالا در هر صورت مولانا میگه که دنیای دیگه‌ای وجود داره که ما متعلق به اون دنیا هستیم. اصلا ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم. اینا همه بخشی از اون استدلال هایی که مولانا داره. میگه الان خدمتتون عرض میکنم. ببین وقتی که ما دائما دریافت های تازه‌ای داریم، این نشون دهنده اینه که از نظر مولانا این نشون دهنده اینه که عالم دیگه‌ای وجود داره که اونجا از اون عالم وقتی که چیزی به این عالم سرازیر میشه، واریز میشه، ما اون چیزها رو به اسم چیزهای تازه میبینیم. هر زمان نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. این دنیا که دنیای کهنگی هاست، این دنیا که درش همه چیز کهنه است. اگر چیز تازه‌ای در این دنیا هست، مال این دنیا نیست، از جای دیگری، از جایی فراتر از این دنیا به دست ما میرسه. هر زمان نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. دائما هر لحظه از یک منبع فراتر لایزال داره خلق میشه و به وجود میاد میرسه. مولانا داستانی داره، حالا این داستان کاملا نمادینه. در زمان میگه که در زمان پیامبر یه روزی پیامبر داشتن میرفتن همراه با قافله‌ای
و توی بیابون خشک و بی‌آب و علفی ناگهان اون کسانی که مثلا طلایه‌داران و پیشروان قافله بودن، چون میفرستادن آدمایی رو ببینن که جلو چه خبره، کمینی نباشه، مشکلی نباشه، اینا سریعتر میرفتن. یه سری آدم‌های بادپا رو میفرستادن، اینا میرفتن خبر میآوردن جلو. خلاصه یک گروهی اومدن از اینایی که رفته بودن جلو، اومدن گفتن آقا یه کاروانی، یه قافله‌ای وسط بیابون از تشنگی همشون دارن هلاک میشن و دیگه نمیدونیم چی کار باید بکنیم. پیامبر گفتن که خب پس بجنبید. عجله کردن و گفتن که بریم اینا رو سیراب کنیم. حالا یه کسایی هم که شاید توی این قافله بودن شروع کردن قرقر کردن که حالا ما خودمونم به اندازه کافی امکانات نداریم، آب نداریم، الان ما باید شروع کنیم تازه بریم این یه ذره آبی هم که داریم این آب رو هم بریم در اختیار اینا قرار بدیم و اینا. تا اینکه راه افتادن. خلاصه رفتن اونجا. وقتی که رسیدن اونجا دیدن بله اسب و شتر و آدم و همه اون قافله مثل ریگ بیابون ولو شدن رو زمین. بعد خلاصه پیامبر دستور دادن که به یک دو نفر گفتن که آقا میرید پشت این تپه هایی که اینجا هست یه سیاهیه، یه غلام سیاهیه، این غلام سیاه داره یه سری مشک آب با خودش میبره، این بنده خدا رو بردارید بیارید. اینم میره خلاصه اونجا به این بنده خدا میگه که مثلا پیامبر شما رو گفته که بیا اینجا. میگه او پیغمبر کیه؟ میگه یه سری نشونی میگه همون جادوگره رو داری میگی اینا. بعد خلاصه میبینه که این نمیاد، اینو زورکی میگیره و خرکشش میکنه میاره اینجا، میاد پیش پیغمبر. پیغمبر بهش میگه که این مشک تو بردار، این خلق الله رو سیراب کن. اینم بنده خدا چاره ای نداشته، مشکو برم داره و میره راه میفته. مثلا یه جماعت کثیری، یه تعداد زیادی آدم رو شروع میکنه آب بهشون میده، اینا همه سیراب میشن. بعد میگه خب این حیونا رو هم سیراب کن. به این اسب و شتر و اینا هم آب میده و سیراب میشه. میگه اینو بنده خدا رو مشکاشون هم پر کن. مشکای اینا رو هم شروع میکنه پر کردن. بعد این خودش میبینه که چه اتفاقی داره میفته. ببینید داستان رو کاملا نمادین باید ما ببینیم. چیز دیگه ای میخواد بگه که چیزهایی که در این عالم هست محدوده، ولی گاهی راهی باز میشه به عالم نامحدودی که شاید ما تصور میکنیم که بهش دسترسی نداریم، ولی همه ما داریم از اونجا دریافت میکنیم. ما به نامحدود متصل هستیم. بعد این بنده خدا خودش میگه لرزه بر اندامش میفته وقتی که این صحنه رو مواجه میشه باهاش، که از یک مشک مگه میشه این همه آدم رو سیراب کرد؟ مگه میشه این همه حیوان رو سیراب کرد؟ مگه میشه این همه مشک رو پر کرد؟ بعد اونجا مولانا توضیح میده، میگه ببین این آبی که توی این عالم در ظاهر وجود داره و مردم از این آب استفاده میکنن، یه چرخه‌ای وجود داره. حالا چرخه آبو توضیح میده که آب میره بالا ابر میشه و میباره و اینا، ولی میگه این آب داره از یه عالم دیگه ای انگار سرازیر میشه. به قول امروزی بخوایم بگیم دیگه اکسیژن و هیدروژنش هم دیگه اصلا همون موقع تو همون لحظه در همون آن داره ایجاد میشه، به وجود میاد، کن فیکون میشه. خداوند اراده میکنه و به وجود میاد. یعنی تفاوت بین مولانا و عرفا و عالمانی که ما بهشون میگیم عالمان پوزیتیویست، کسانی که همه چیز رو محدود به عالم ماده میدونن، تفاوت محوری و اصلی در همینه. حالا من چند تا بیت دیگه میخوام بخونم خدمتتون در توضیح همین موضوع. مولانا از این به بعد ببینید ما نکته هایی که در مورد حالا از هر جا که دریافت میکنیم خوبه که مثل یک کارگاهی بریم سراغ متن و سعی بکنیم اون شواهد و نشانه ها رو توی خود متن مثنوی مثلا یا توی دیوان غزلیات یا توی فی مافی اینا رو رصد کنیم و پیدا کنیم. میگه که یوسف کنعانیم روی چو ماهم گواست، هیچ کس از آفتاب خط و گواهان نخواست. چیست نشانی آنک هست جهانی دگر؟ نشان آنکه جهان دیگری وجود دارد چیست؟
چیست نشانی آنک هست جهانی دگر؟ نو شدن حالها، رفتن این کهنه ها. این که جهان دیگه‌ای وجود داره، همین که احوال دگرگون میشه، حال تازه‌ای میاد، پدیده های تازه‌ای اتفاق میفته، نشان دهنده اینه که این دنیا یه ساپورتی داره، به قول امروزی ها یه حمایتی داره از جانبی که از اونجا داره اینا میرسه. ولی این جمله، این جهان همش جهان کهنگی هاست. چیست نشانی آنک هست جهانی دگر؟ نو شدن حالها، رفتن این کهنه هاست. روز نو و شام نو، باغ نو و دام نو، هر نفس اندیشه نو، نو خوشی و نو عناست. نو ز کجا میرسد؟ نو ز کجا میرسد؟ کهنه کجا میرود؟ گر نه ورای نظر عالم بی منتهاست. اگر ورای این عالم محدودیت ها، عالم تنگی ها، عالم بستگی ها، عالم کهنگی ها، یه عالم لایتناهی وجود نداره، پس اینها از کجا دارن میان و به ما میرسن؟ این استدلالیه که در مورد انسانشناسی مولانا من خواستم بهش اشاره بکنم. با این حساب وقتی که ما انسان رو یک موجودی ببینیم با استفاده از این روی کرد که انسان متصل به یک عالم نامحدود، انسان رو موجودی ببینیم که تک ساعتی نیست و نامحدوده، اون موقع است که بر اساس اون ما میتونیم یه روی کردی داشته باشیم به زندگی. چون اون بخشی که بخش مربوطه به شناخته، خب خیلی ارزشمنده، ولی اگر به کار ما نیاد، اگر ما بر اساس اون نتونیم کاری بکنیم، خب چه فایده؟ یه موضوع انگار نظری صرفه. اونجایی ارزشمنده اون تئوری که مولانا داره به ما میده که بتونه ما رو در زندگی یه گام جلو ببره. خب میگه که خب پس حالا که تو فهمیدی که انسان یه همچین موجودیه که تک ساحتی نیست، انقدر ابعاد مختلفی داره، اتصالش به عالم بی منتها، میتونه با اون عالم ارتباط بگیره، میگه پس تو در برابر هر چیزی نبایستی بشکنی، نبایستی خم بشی. میگه این خریداران مفلس را بهل، در این عالم یک عالمه تو خریدار داری، ولی اینا خریدارانی هستن که هیچ کدومشون اونقدر ثروت ندارن که بتونن تو رو بخرن. هیچ کسی نمیتونه تو رو بخره. این خریداران مفلس را بهل. چه خریداری کند یک مشت گل؟ یه مشت گل یعنی همه آدم هایی که هستند، همه اون کسانی که میخوان بهایی به غیر از مهر و محبت و دوستی و معرفت به ازای خرید تو بدن. تو به هر چیزی که خودتو بفروشی. جلسه پیش اون غزل رو خوندیم، یه بیتی توش داشت، یه مصرعشو میخوام بگم که مفروش خیش ارزان که تو بس گران بهایی. خب اینجا هم همینو داره میگه، این خریداران مفلس را بهل. چه خریداری کند یک مشت گل؟ گل مخور، گل را مخر، گل را مجو. گل اینجا یعنی چی؟ یعنی همه چی، هر چیزی که متعلق به اینجاست، هر چیزی که شنیدید میگن مال دنیا به دنیا میمونه، هر چیزی که مال دنیاه. ما دو تا چیز داریم. پس توی نگاه مولانا ما دو تا چیز داریم، یه چیزی مادیه، یه چیزی معنویه. انسان در برابر چه چیزی بایستی زانو بزنه، در برابر چه چیزی نباید زانو بزنه؟ خودش رو به چه چیزی باید بفروشه؟ خودش رو به دوستی اگه بفروشه خوبه؟ دوستی واقعی، محبت، معرفت، عشق،
تعالی در این راه ها هرچی خودش خرج بکنه میارزه. میگه گل مخور، گل را مخر، گل را مجو، زان که گل خار است دائم زرد رو. در قدیم یه بیماری بوده، بیماری گلخاری بهش میگفتن. اون بنده خدایی که این بیماری رو داشت، ببین چه استفاده ای میکنه از چیزهای روزمره و عادی زندگی. اون بنده خدایی که این بیماری رو داشت، این گل رو میخورد، اینا مریض بود دیگه، زرد رو هم بود. میگه تو هم حواست باشه که گل نخوری، یعنی فریب دنیا رو نخوری، یعنی خودت رو به چیزهای پیش پا افتاده نفروشی. زان که گلخوار است دائم زرد رو. پس میگه گل نخر، گل نخور، گل نجو. خب میگی اینو نخور، باید بگی چی بخورم؟ میگه دل بخور. در برابر گل دل رو میذاره. دل بخور تا دائما باشی جوان، در تجلی چهرت چون ارغوان. دل بخور تا دائما باشی جوان، در تجلی چهرت چون ارغوان. میگه من فدای آن مس همت پرست، من فدای آن مس همت پرست که به غیر کیمیا نارد شکست. میگه مسی که همت پرسته، مسی که با همته. ما مسیم، ولی اگر در برابر کیمیا شکسته بشیم، تعظیم بکنیم، سرفرود بیاریم، خودمون رو به کیمیا بفروشیم، اون وقته که وجود ناقصمون به زر بدل میشه. من فدای آن مس همت پرست کو به غیر کیمیا نارد شکست. آره، حالا دیگه بیش از این دیگه سلامت باشید، دست شما درد نکنه.